همه موجی رفتیم تا سوق سالمه به وطن سر و زانوی مادر بمونم همه خستگی و همه رنج عذاب زندگی را فراموش کنم. نرو کی میرود به تو برای من بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند فرزندای بننگ بانو مسکنه ای با پیور گرفتن مرا نگاه کن، در چشمام نگاه کن. ماشاءالله خانه تو هیچ زور ندارد گر نباشی مادرم. فرزندات کدام فرزند تو بسیار دوست می‌داری؟ السلام علیکم دوستان عزیز. من میدونم بسیار آبونچی‌های من در روسیه زندگی میکنند و از تاجیکستان آمده‌اند. آبونچی‌های محترم، میدونم که بسیار زندگی ما وزمینه و از نزدیکای خود در دور دورها زندگی میکنیم. برای همه یک توصیه خوب و برای شما پیشنهاد میکنم، چون که میخوام زندگی شما کمی هم باشد دیگر شود. بله، کارت دبیتی مناسب از بانک کار برای زندگی در روسیه است. شما میتونید به فایز با پول ملی با تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان با این کارت پول فرستاد و با دیگر کشورها نیز میتوانید. اگر شما این کارت را تا 3 اپریل درخواست کنید، میتوانید که رایگان 1 سال کارت را استفاده برید. شما میتوانید این کارت را به شناسنامه خارجی و یا سیم کارت روسیه گیرید. شما تنها درخواست میگذارید و دلخواه جای مسکو به شما رایگان آورده میرسونند. شما کار را نه تنها طریق آنلاین، شما میتوانید که در بانک های شریک متین و تیقه سرمایه درخواست کنید. کارت افضلیت دیگر نیز دارد. شما میتوانید که صورت حساب خود را رایگان پر نمایید. با بونای پرو برای خارجان باز هم خدمت رسانی مفیدتر هست، به نهایت تخفیف های خوب. با پیوند در توصیف بوده گذارید کارت را تا 3 اپریل رایگان درخواست کنید. بند برای زندگی کار در روسیه. برادران عزیز، این نگاه کنید، کوپر که گذشتیم همراه مادر جان و شجام. زمین نگاه نکن، بیا. من قپیدم برای همه بیا. زمین نگاه نکن، بیا. مرا نگاه کن، در چشمام نگاه کن. بیا، نتا. دوستان عزیز، حضور داریم در قراتو، انا جای دمگیری همراه خانواده مادر جان عزیز، فرزندای پدر و مادر، هم کسا در همجا. انشالله یک نوار خوب میکنیم، دستگیره فراموش نکنیم. اپای نازنینم با پویانداز پارت. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند فرزندای بننگ بانو مسکنه ای با پیور گرفتن در کورک میگذاریم. با پیور میگیره. سلامت باشه اپا جان، دستک‌ها درد نبینه. دوستان عزیز، در خانه نمیشینیم، هم بالای که میبریم میسو جون کتاچورا بردی مالادس جانو خدمت کیسن. باز یک تمام میکنیم همراه مادر جان کلی سمیه، انشالله بهترین میشه. و نگاه کنین گلوب رو ملگه بوی بهار عبدالله جان همه در اینجا. فقط تماشا کنین، خاطر دودرتون رحیم جان یه لایک درک نداره، سخنای خوب و بهترین درجه میشه. میگن شنیدن که باید مانند دیدن مرحمت. بیاین ببینید، تماشا کنین، راحت کنین، بوی وطن ها. جان چی را وردی بچم؟ اینا پیاز گوشت آورد. پیاز گوشت خانش زن اینجا بیار جانی دادا چه خانش زن خاندو شده بدا بچم دیگه بیاریم. بچه جان خیلی معقول چی جای اومدگی؟ این آواز یک
مرغ خانگی گرفتگیم او دا میدوزیمش ششلیک دا تیار میکنیم از یک طعام تاجی که برای بچگی را میکنیم یا میخریم چی کنیم بچه جان گوشت همش گرفتگی. اینا دوستان عزیز میگه سجده در زانوی مادر غنیمت بوده است. همین وقتا بهترین کوشش کنین همراه پدر مادر وقت جدا کنین، بهتره عروس زن فرزند یافت میشود. مهم پدر مادر ان شاء الله. اینا برای چی میکنیم که آب شود بعد ان شاء الله که خوب میشود. باز تو چگو تا این آب میشود. اینا میمونیم در اینجا گوشت میگیریم. یکم نمک، دیم اکسوس، دیم پیاز، پرپراوا، universal پرپراوا. ماشاءالله دوستان عزیز گوشت از یک طعم خوبی بهترین میکنیم ان شاء الله. دوستان عزیز اول مادر جان دا یک چیز بس کنه که تا آخر تیار شدن به نهایت مادر راه دور اومده میگه بچه ما چیز با مزه کرد. بسم الله میلوی رفتن راه یک چیز بس میکنیم. ای ماشاءالله ماشاءالله انا این بهترین میکنه. یا هوا فهمیدید ها شازانا بیان من زورای نه دوستان عزیز بسم الله. چی؟ بچه جان بردارمش. ای الله برکتون که بیا بسم الله الرحمن الرحیم. خوشا بیا. آمین. بیا. من اکا احسان جان یا برا طعام دیما تیار میکنیم. روغنش هم میره. بله بله روغنش هم میره. بیا. این را بر روغن بیار. بله ان شاء الله. دوستان عزیز دیم طعام ما بسم الله الرحمن الرحیم. ای ماشاءالله. کفگیر بیار ایشون جان. کفگیر بیار. خانم هیچ نور ندارد گر نباشی مادرم، مهری تو هیچ زور ندارد
گر نباشی مادرم مهری تو حضور ندارد گر نباشی مادرم من که هیچ زیستن ندارم به صدای نرمی تو زندگیم جور ندارد گر نباشی. بچه جان ای بین فرزندات کدام فرزند تو بسیار دوست می‌داری؟ برای مادر همه فرزند یکه همش یک خیلی دوست می‌داری همش مادر در فرزند جدا نمیکنه همش یک خیلی نزدیک همه دوست می‌دارم تو برکت در کس کارتم تا آخرتم مثلا سربلند بشم ای ما روزیو چه جان هزار بار ای دنیا تو دنیا رزم بچه جان فرزندایی که در ملک غریبان چی گفتن ایشون یک دعاشون میتی؟ پروردگار خدا تنشون نصیحت کنه همه مهاجرا خدمت سوق سالم به وطن به سر و زانوی مادر بمونم همه خستگی و همه رنج و عذاب زندگی را فراموش کنه فقط دعا میکنم که در امان خودش نگهشون داره بستره با تیز نمیدونه خوش ندیه در زبان صدقه دوستان عزیز در حق مادر جان ما دعاگو باشین هر یک نفری که نوار تماشا کردین دعاگو باشین و برای هر یک شما میگم که هرچند که مادرتون در قید حیات است یک کوشش کنین در خدمتش باشین دعاشون بگیرین انشالله با مانند یعنی طبیعت زنده سبز میشه. نرو کی میرود به تو برای من مادر نرو کی میرود صبر و قرار من ای خانه امیدی من 100 سال زنده باش مادر نرو کی میرود فصلی بهاری من ای خانه امیدی من 100 سال زنده باش مادر نرو کی میرود فصلی بهاری من. رحمان رحیم دوستان عزیز الحمدلله یکم سیخه مونده بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز الحمدلله ششلیک ما اومده هم مشتگه در اونجا انشالله برای ما اشتیای شما اشتیای تام شما یه لایک کامنت در اعلان کنید. خدا یارو مدد